درود به بینندگان عزیز رادیوی آزادی. این سرخط خبرهاست و من زرنگزی نوروزشاه امروز 21 نوامبر در خدمت شما. در این نشر برنامه از آن خواهیم گفت که 11 منصبدار تاجیک را برای استفاده نادرست مبلغ‌های دولتی از کار راندند. درباره سازشنامه نوی تاجیکستان و چین اوید به مشق‌های نظامی، گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر از وضع زنان و کودکان بازگردانیده شده و تصویر پرچم تاجیکستان در شرشره بزرگ نیاگرا هم خواهیم گفت. تاجیکستان می‌خواهد هر سال نکمتر از یک بار با نظامیان چین مشق ضد تروریستی برگزار کند. متن سازشنامه در این باره تهیه شده رئیس جمهور امامعلی رحمان امضا گذاشته است. طبق قرار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان وظیفه‌دار شده است که با جانب چین سازشنامه را از نام حکومت به امضا رساند. در متن سازشنامه گفته می شود رزمایش‌ها به خاطر تکمیل مهارت مبارزه با تروریسم از راه همکاری دایر خواهند شد. بنابر متن سازشنامه تاجیکستان و چین هر سال نکمتر از یک بار رزمایش ضد تروریستی دایر خواهند کرد. کشوری میزبان برای افسران و سربازان و اسلحه و تجهیزات، نقلیات جانبی مهمان، شرایط ورود به کشور و حرکت در مسیر معین شده را باید فراهم آورد. بار اول نیست که تاجیکستان و چین رزمایش‌های حربی دایر می‌کنند. تاکنون چین در تاجیکستان بیشتر هدف‌های اقتصادی‌اش را پیاده می‌کرد. در این اواخر دوشنبه و که پکین روابط خود را در عرصه نظامی نیز گسترش دادند. بر پایه نظرپرسی در نزد حوزه‌های آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت قزاقستان، رئیس جمهور کنونی این کشور قاسم جمعت توقیف پیروزی نظررس به دست آورد. به قول پژوهشگاه بین‌المللی منطقه شناسی جمعیت باز، در انتخابات 20 نوامبر قاسم جمعت توقیف بیش از 80% رأی‌ها را به دست آورده است. اولین نتیجه‌های پیشکی انتخابات امروز نشر خواهد شد. توقیف تلاش دارد خود را نامزد اصلاح طلب نشان دهد، ولی او امکان نداد که نامزدهای حزب‌های مخالف حکومت در سبقت ریاست جمهوری شرکت کنند. در شهر الماتا پلیس اعتراضگران را بازداشت کرد. تفصیلات انتخاباتی پرزیدنتی قزاقستان و واکنش‌ها به این معرکه سیاسی در تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی امروز پیشکشی شما می‌کنیم. در سوختار در مرکز مسکو یک شهروند تاجیکستان جان باخته است. از اون نام برده نمی شود. حادثه روز 20 نوامبر روی داد. جسد شهروند تاجیکستان و 6 نفر دیگر را که به اطلاع رسانه‌ها شهروندان روسیه هستند از زیر باقی مانده‌های بینای آتش گرفته در مسکو بیرون آوردند. مقامات روسیه در پیوند به حادثه پرونده جنایی گشودند. مقامات رسمی گفتند در 9 ماه گذشته 11 منصبدار را برای استفاده نادرست مبلغ‌های دولتی از کار راندند. ولیمت مولانزاده سردار ریاست تحلیل در پالاتای حساب تاجیکستان به نشریه حکومتی جمهوریت گفته است که در این مدت همچنین 242 کارمند دیگری دولتی برای خرج غیر هدفمندانه پول دولت به جوابگری نظامی و مادی کشیده شده است. با گفته نماینده پالاتای حساب، ضمن تفتیش محاسباتی مؤسسه و کارخانه‌های دولتی معلوم کردند که بیشتر از 210 میلیون سومانی غیر هدفمندانه و بی رعایت قاعده‌های مالیوی خرج شدند. در تاجیکستان سوء استفاده از مبلغ‌های دولتی و رشوه‌خوری در اداره‌های دولتی یکی از مشکلات داغ باقی می‌ماند و خود مقامات هم این تمایل را خطری جدی به امنیت ملی نامیدند، ولی عین زمان به نادیده گرفتن این مشکل متهم می‌شوند. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ تاجیکستان را از جمله کشورهای دانسته است که اکثر شهروندانش را از سوریه برگردانیده است. گزارش نوی این سازمان درباره وضع زنان و کودکان بازگردانیده شده روز 21 نوامبر نشر شد و در آن گفته شده است که در 4 سال اخیر تقریباً 30 کشور با هر راه توانستند شهروندان خود از جمله 1500 کودک را از منطقه‌های شمال و شرق سوریه برگردانند. تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان هم از جمله کشورهای بودند که زنان و کودکانشان را از اردوگاه‌های عراق و سوریه به وطن بردند. در اردوگاه‌های سوریه نزدیک به 600 زن و کودک تاجیک حساب شده بود. باری آخر تاجیکستان ماه ایول بیش از 140 نفر زن و کودکان را از اردوگاه الحول در ولایت حسکه سوریه برگرداند و اعلام کرد که دیگران را برای پس آوردن نام‌نویس دارد. پیش از این 89 کودک تاجیک از عراق بازگردانده شده بود.
در گزارش نوی سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت‌ها خواسته شده است که تمام شرایط را برای پوره مطابق شدن کودکان به زندگی سالم در وطن فراهم آورده شوند و موافق امکان آنها را از مادران جدا نکنند. بنا به گزارش این سازمان، آنهایی که در این اردوگاه‌ها مانده‌اند از جمله هزار کودک دیگر در شرایط خطرناک قرار دارند و از حکومت‌ها دعوت شده است که همه شهروندان خود، مخصوصاً زنان و کودکان و محبوسان آسیب پذیر را از اردوگاه و بازداشتگاه‌های سوریه فوراً برگردانند. سفارت تاجیکستان در امریکا خبر داده است که روز 24 نوامبر ساعت 8 به وقت دوشنبه و 10 شب به وقت واشنگتن در شرشره نیاگرا رنگ‌های پرچم تاجیکستان تصویر می شود. این اقدام بخشیده بر روز پرچم تاجیکستان و چون رمز دوستی بین دو کشور برگزار می شده است. شرشره نیاگرا بزرگترین شرشره آمریکای شمالی در رود نیاگرا است که 323 متر پهنا دارد. نیاگرا به نشان احترام به جشن و رویدادها و با درخواست پیشکی در دایره برنامه‌های تجارتی آن چراغان می شود. و حالا معلومات کوتاه درباره قربی اسعار خارجی. بانک ملی تاجیکستان روز 21 نوامبر قربی 1000 روبل روسی را 164 سومانی، $1 را 10 سومانی و 21 درم و 1 یورو را 10 سومانی و 58 درم مقرر کرده است. قربی اسعار در بانک‌های تجارتی می‌تواند فرق کند. این بود سرخط چند خبر. 4 ساعت بعد شما را در اخبار آزادی انتظاریم. تا دیدار.